مادری باشند که فرزندش را از دست داده است و خواستار عدالت است. حوادث آخری را که شد در بدخشان، آیا فرمان از یعنی که فرمان قطعی از حکومت بود یا اینکه این یک خطای شد از طرف کمیته امنیت دولتی ملی، یا اینکه این با چنین یک جنایت دست زدن یعنی قتل انسان از طرف کمیته امنیت دولتی ملی یک برنامه تحریزی شده بود؟ به نظر شما در بدخشان چی گذشت جناب دوستوف؟ ولی باز هم درود و سلام و هم عرض احترام به شرکتداران صحبت امروزی. از نگاه من آنچه در بدخشان گذشت اینها صرف اعتراضهای مدنی بودند. این اعتراضهای خودجوش بودند که در دایره قانونگذاری جاری تاجیکستان رخ دادند و همه دلیل های و همه وجه هایی که این اعتراض ها غیر قانونی می باشند اصلا اساس ندارند، چون اونها خودجوش بودند. تقریبا تمام شرکت داران اونجا با پای خود خستند آمدند تا کناری مادری باشند که فرزندش را از دست داده است و خواستار عدالت است. هیچ احد در این دنیا نمیتواند بر اون مادر، هیچ سرقانونی نمیتواند برای اون مادر و این کار را منع کند. و ببینید که اونها هم باور دارند به حکومت، حالا هم به دولت، و بنابر همین آمدن به نزد حکومت. اونها نرفتن یک جای دیگر، بلکه آمدن به نزد حکومت قانونی و امداد خواستند. ولی برخوردی رئیس شهر خاروخ و رئیس نوی ولایت واقعا جنایتکارانه بود، بیرون از دایره صلاحیت های قانونی آنها و ضد منفعت های اهالی روانه شده بودند. و هیچ وجه آنها حقوق نداشتند که سوی ازدحام تیر کشایند یا اجازه تیر کشایی بدهند، ولی متاسفانه این اتفاق افتاد و قربانیان علاوگی هم بودند. اکنون برعکس شما اگر ببینید از سنه 25 تا 28 حتی ترغیباتگرانی که اصلا این گونه کارزارها را از جانب حکومت ترغیبات میبرند نمیتوانستم بگویند که برعکس سالهای 2012 و اعتراضهای دیگر که اینجا الیمنت های جنایی هستند، پیشوایان عالم جلایی هستند یا هر افسانه های دیگر، چون که واقعا دست و پا خورده بودند. اونها خود میدیدند که این واقعا حرکت مردمیش خودجوش است و این خودجوشی به فرق از اعتراضات پیشتر، این اعتراضهای خودجوش این دفعه خیلی هم سرشمارتر بودند، چی در خاروخ خاصه در مسکو که نظیر نداشت و هم در کشورهای دیگری اروپایی. و این اعتراضها باعث پیدا شدنی چند از حرکت‌های خودجوش شد که یکی از اونها همین کمیته در مسکو است، دیگری این کنگرس بین المللی هموطنان است که در امریکا و اروپا روزد، این شورای 44 است که در خاروخ به میان آمدند. و اینها بار دیگر هم و خود روند حوادث نشان داد که این حوادث واقعا خودجوش هستند، از هیچ جای اداره نمیشوند و همه گونه اتهام پرتایی سوی این مادران و مردمی که از اونها پشتیبانی میکردند بهانه‌های بیش نیستند. اکنون وضع چگونه است؟ تشبوس حالا از روز 25 تا روز 29 تشبوس پورا در اختیار اعتراضگران بود و سپس تشبوس قسما گذشت به دست شورای 44. بعد از اون تشبوس عین حال گذشت حالا به حکومت و یا حداقل حکومت وانمود میکند که تشبوس عین حال در خاروخ
به حکومت تعلق دارد، ولی اصل قضیه این نیست. اون شناخته که ما از مردم بدخشان داریم، تشبث در هر لحظه هر ثانیه میتواند دوباره به اعتراضگران برگردد. و یک نقطه بسیار مهم، ضمن بررسی همین گونه مسائل ما باید، البته ما یک گذشته خونین داریم، واقعا جنگ شهروندی تحمیلی که واقعا یک جنگ گیبریدی بود و از جانب خارجیان راه اندازی شده بود، پیش از همه از جانب اسلام کریموف و رستم عنایتوف، دو جنایتکاری بین المللی و جمهوری ازبکستان توسط تأسیس فرانت خلقی تاجیکستان که حکومت امام علی رحمان زاده همون فرانت خلقی و از نگاه ایدئولوژی نزدیکترین نیروی سیاسی در محیط سیاسی تاجیکستان در 30 سال اخیر هست و ماند. ولی اگر همه اینها را هم کنار بگذاریم، بدخشان امروز مرکزی مقاومت با فساد است، مرکزی تاجیکی مقاومت بر ضد ظلم نهادهای قدرتی است، مرکزی مقاومت به ضد زورگویی است. و جناب علیم شیرزمانوف درست فرمودند که تقریبا از شروع از سال 2011 در تاجیکستان دو استراتژی تهیه می شود. یکی از این استراتژی ها که پیش از انتخابات پرزیدنتی سال 2013 راه اندازی شده بود و من مؤلف آن و مؤلف هر دو این سناریوها را رئیس کمیته دولتی امنیت ملی صمیم یتیموف را میدونم. یکی این استراتژی پاکسازی محیط سیاسی از اصحاب، رسانه ها، فعالان جامعه مدنی، هر نفری که غروری تاجیکی دارد از اینها بود که اون به فایده تقویت حکومت خانوادگی امام علی رحمان روانه شده است و شخص یتیموف را به حیث یک باشه جنگی در این نظام نیرو بخشید. و استراتژی دوم این البته استراتژی از بین بردن مختاریت ولایت خودمختار بدخشان کوهی، نه از نگاه حقوقی بلکه دفاکتو، یعنی واقعی است. و در دایره این استراتژی اونها این استراتژی دو ترکیب دارد که ما با پیامدهای اونها وامی خوریم همیشه. یکی این تکیه به زورگویی است، در زیر نقاب قانون و قانونمندی امروز در سراسر تاجیکستان از زورگویی کار میگیرند، از قتل‌های غیر دادگاهی، از شکنجه کار میگیرن بر ضد از اون جمله افرادی که هیچ گناهی ندارند و سپس دستگاه ترغیباتی اونها را تفسیر میدهد. و این فیلمی که هست و این صحبتی که جناب یادگار فیضوف دادن، اینها ترکیب‌های ترغیباتی همین سیاست زورگویی هستند که ترکیب دومی اون این تکیه به صنف سیاسی نو در سراسر تاجیکستان و پیش از همه در بدخشان است. این صنف سیاسی نو اصلا اندک خوانده و کم سوادان گبدرا هستند. در دایره همین استراتژی افراد برومند بدخشان شروع از ایلالوف، نمیدونم تا حتی کم رنگ و کم اهمیت نفرانی مثل محمد امینوف از این بازی ها تنگ کرده بیرو برآورده شدند و اونجا موندن یک نفرهایی که گبدرا هستند، کم سواد هستند، ولی آمادن برای امتیاز ضد مردم خود، ضد قانون تصمیم بگیرند. سپاسگزارم. تشکر زیاد جناب دوستو.